از خودشیفته کلافه ای، از کارهایی که باهات کرده کفرت در اومده، دلت میخواد نابودش کنی؟ اگر یه چنین حسی داری و دلت میخواد خودشیفته رو نابودش کنی، این ویدیو رو تا پایان نگاه کن. چند تا راهکار بهت میدم، به راحتی میتونی نابودش کنی. پس با من همراه باش. وقت شما بخیر، به کانال خودتون خوش آمدید. اگر برای اولین بار هست که ویدیوهای این کانال رو تماشا میکنید، من دکتر مژگان ملکان هستم و هدف از این کانال آموزش‌های لایف کوچینگ هست برای رسیدن به زندگی شادتر و موفقتر از طریق انتخاب سبک‌های بهتر زندگی. اگر مایل هستید که ویدیوهای این کانال رو از دست ندید، لطفاً روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله بغلش رو هم فشار بدید تا هر ویدیویی که آپلود میشه شما جزو اولین کسانی باشید که از اون آگاه میشید. اگر هم احساس میکنید مطالب این ویدیو و این کانال ممکنه برای دیگران هم مفید باشه، باهاشون به اشتراک بذارید. خودشیفته ها خیلی دوست دارن که خودشون رو بزرگ جلوه بدن. خیلی دوست دارن بگن که من از همه نظر بهترینم، کاملم، علم بلم فلان بهمان. وقتی که من از همه بهترینم، وقتی که من خیلی خوبم، هیچ کس مثل من نیست، توپ تکونم نمیده، هیچ چیزی روی من اثر نداره. ولی من الان امروز میخوام در این ویدیو به شما بگم اتفاقا خیلی چیزا روشون اثر داره و شما اگر میخواید اون چیزا رو بدونید که علیهشون استفاده بکنید، باید به این مسائل توجه بکنید و ازشون استفاده کنید. 1. خودشیفته ها چون خودشیفتن، چون عزت نفسشون داغونه، چون از درون متلاشی و تهیان، تشنه توجهن، محتاج اینن که شما ازشون تعریف بکنید. گاهی اوقات اگر ببینن تعریفاتون انگار یک کمی فرکانسش کم شده، یک کمی میزانش کم شده، ممکنه خودشون گاهی اوقات شروع کنن ازتون سوال کردن. مثلا همینطور که مثلا داریم میرین یه دفعه ازتون سوال کنه، بگم راستی به نظرت حالا تو این اطرافیانمون که میشناسیم تو این دور و بر اینا مثلا خوشگل ترین خانومی که دور و برت سراغ داری کیه؟ خب طبیعتاً انتظار داره که شما در جوابش بگید البته تو زیباترین خانومی هستی که من تا حالا در زندگیم دیدم. یا اگر آقاست، دور و برت از آقایونی که میشناسی کی به نظرت از همه جنتلمن تره و بهتره؟ کاملا مشخصه که منتظر شما بهش بگید البته تو دیگه جنتلمن تر از تو، بهتر از تو، خوشتیپ تر از تو، نمیدونم با شخصیت تر از تو مگه وجود داره؟ بهترین کار چیه اگه میخواید نابودش کنید؟ نادیده بگیریدش. مثلا بگید جنتلمن ترین از نظر من مثلا آقای فلانیه، یا مثلا زیباترین خانم مثلا خانم فلانیه. یا اگر نمیخواید یا نمیتونید اینجوری جواب بدید، میتونید بگید که نمیدونم واقعا الان که حضور ذهن ندارم، باید یکم بیشتر در موردش فکر بکنم. یا مثلا بگید که واقعا توی آقایونی که دور و برم هستن جنتلمن واقعی سراغ ندارم. یا بین خانم‌ها که هستن که حالا کسی که واقعا اینقدر زیبا باشه نه، همه ممکنه یه درجه از زیبایی داشته باشن ولی کسی که زیباترین باشه واقعا سراغ ندارم. مطمئن باشین که یکی دو روز بعدش میاد و بالاخره به یه نحوی سعی میکنه به شما بفهمونه که تو باید به من اشاره میکردی، حالا به هر طریقی که شده. مثلا حالا بگه یک کسی به من گفته وای تو چقدر زیبایی، یا یک کسی به من گفته تو چقدر جنتلمنی، یا هر چیز دیگه. بنابراین سعی کنید توجهی بهشون نکنید، نادیده بگیریدشون. این نابودشون میکنه. وقتی شما خودشیفته رو نبینید، وقتی میاد از خودش تعریف میکنه، وقتی که میاد و شما میبینید که دقیقا متوجه میشید که میخواد از خودش تعریف کنه که شما تحسینش کنید، این تحسین رو ازش دریغ کنید اگر واقعا نیتتون اینه که نابودش بکنید. از جمله کارهای دیگه‌ای که میتونید برای این نشون بدید که نادیده‌شون بگیرید اینه که مثلا شروع میکنن یه بحثی رو شروع کردن، میخوان مجددا باعث این بشن که شما اعصابتون خورد بشه یا دعوا را بندازن، جر و بحثی را بندازن. شما اصلا وارد اون بحث نشید.
شما به هیچ عنوان به اون بحث و اون تلاش اونها برای اینکه اعصاب شما رو خورد کنن توجهی نشون ندین. بارها گفتم قانون سنگ خاکستری رو انجام بدین. نهایتا میتونید با یک جمله جواب بدید و تمام. یا مثلا بهتون پیغام میدن، تکستی میدن، جوابشون رو ندید. یا اگر هم میخواید جواب بدید یه مدت صبر کنید ازش بگذره. باور کنید اگر به شما پیامی بدن، تکستی بدن، هر چقدر اون تکست بی خود باشه، هر چقدر اون تکست اولویتی در اون نباشه، امرجنسی نباشه، اورژانسی نباشه، ولی شما بهش بی تفاوتی کنید، اونها نگران این نادیده گرفتن میشن و مجددا هی پیغام میدن. مثلا کافیه فقط به شما بگه خوبی، بعد شما جواب بهش ندید. مثلا نیم ساعت پیش از شما پرسیده گفته خوبی، جواب دادی گفته خوبم، حالا دوباره اومده میپرسه خوبی، جواب بهش ندید. یا مثلا بیاد از شما بپرسه که امشب کجایی، میای بریم بیرون، بهش جواب ندید. نیم ساعت مثلا 1 رو 20 دقیقه صبر میکنه، دوباره پیغام میده، چون کلافه است، نمیتونه تحمل کنه که شما نادیدش میگیرید و او رو اولویت خودتون قرار نمیدید. پس این یکی از راههاییه که میتونید انجام بدید. راه دوم چیه؟ راه دوم اینه که اگر با خودشیفته کات کردید، با خودشیفته ارتباط خودتون رو به هم زدید، حالا این ارتباط هر ارتباطی میتونه باشه، میتونه ارتباط زناشویی باشه، ارتباط کاری باشه، دوستی باشه، هر چیزی. وقتی که ارتباطتون رو قطع میکنید، او براش غیر قابل تصوره که با توجه به ترفندهایی که برای شما انجام داده و سعی کرده که شما رو معتاد خودش بکنه، ببینید که شما به راحتی ازش گذشتید و اصلا اهمیتی براتون نداره که او دیگه در زندگی شما نیست. یه مدتی در زندگی شما بوده، یک رسالت و وظیفه‌ای در زندگی شما داشته، اومده در زندگی شما که چیزی رو به شما یاد بده. مثلا بهتون یاد بده که باید باهوشتر در زندگی عمل کنید، یا مثلا باید حد و مرزگذاری در زندگیتون رو بهتر یاد بگیرید، نه گفتن رو یاد بگیرید. به هر حال یه رسالتی داشته، وظیفه‌ای داشته، اومده در زندگی شما یه چیزی رو به شما درس داده و الان هم از زندگی شما رفته بیرون و شما الان به راحتی دارید زندگیتون رو میکنید، هیچ کاری هم به کار اون ندارید، خیلی هم خوشحالید اتفاقا، و این نابودش میکنه، کلافش میکنه، چون اون توقع داره شما بدون اون نتونید زندگی کنید. این نه همه زحمت کشیده، دائم نشسته، نقشه کشیده روی شما، ترفند به کار برده برای این لحظه، برای اینکه شما نتونید بدون اون زندگی کنید. حالا شما دارید نه تنها راحت زندگی میکنید، بلکه خیلی هم خوشحالید و به هیچ عنوان حتی به اون فکر هم نمیکنید. خب باز دوباره کلافه و نابود میشه. نکته سومی که میتونید به کار ببرید برای اینکه نابودش بکنید اینه که اگر با خودشیفته هنوز سر و کار دارید، در قبال رفتار اشتباهی که انجام میده نگذرید از اون رفتار، گذشت نکنید، ازش بخواید که توضیح بده. وقتی که یه رفتار اشتباهی انجام میده، وقتی که یه کاری انجام میده که اون کار درست نیست، ازش بخواید که توضیح بده. خودشیفته متنفر، بیزاره از اینکه بخواد درباره رفتارش توضیح بده و مطمئن باشید که هر جوری که شده سعی میکنه که فرار بکنه از زیر بار مسئولیت که بخواد توضیح بده، ولی شما نباید بذارید این کارو بکنه. شما باید گیرش بندازید تو کورنر، بذاریدش تو گوشه و ازش توضیح بخواید. هر چقدر که خواست فرار کنه نذارید. در نهایت ممکنه بگه آقا ولم کن، باشه هر چی تو میگی درسته، اصلا ببخشید، آره غلط کردم، هرچند که بارها گفتم این غلط کردم ببخشید واقعی نیست، فقط برای فرار از موقعیته. ممکنه اینجوری با شما رفتار کنه. باشه حالا چی میخوای ثابت کنی؟ ول کن، بگذر، ببین چطور من راحت میتونم از همه چی بگذرم، تو چرا نمیتونی بگذری؟ در حالی که قیاس مع الفارقه، اون کاری که شما میکنید با اون کاری که اون میکنه از زمین تا آسمون فرق میکنه. ممکنه هر کسی اشتباه بکنه، بله، ولی کارهای اون با کارهای شما فرق میکنه، چون اون عامدانه داره اشتباه میکنه. در حقیقت اشتباه نمیکنه، انتخاب اشتباه داره، اشتباه رو عامدانه انتخاب میکنه. حالا دفعه بعد که این اتفاق میفته بروش بیارید. تو همونی هستی که این کارو کردی. دیوانه میشه، کلافه میشه از اینکه رفتارهای نادرستشون رو به روش بیاری، از اینکه خطاهاش رو به روش بیاری.
دیوانه میشه، به مرز انفجار میرسه، عصبانی میشه. گاهی اوقات هم البته میره در نقش قربانی، ادای قربانی بودن رو در میاره. تو قدر نشناسی، تو قدر منو نمیدونی، قدر محبت های منو نمیدونی، یا ازتون قول میگیره دیگه راجع به این مسئله با من صحبت نکن. اوکی، من در شرایطی میتونم راجع به این مسئله دیگه با تو صحبت نکنم که این مسئله تموم بشه، نه که تو فردا دوباره این کار رو انجام بدی. خب منم دوباره تکرارش میکنم. تا زمانی که تو اون کار رو انجام میدی منم این مسئله رو تکرار میکنم. نمیتونی تکرار کنی و بعد به من بگی نباید مطالبه گر باشی، که نابودشون میکنید اگر رفتارهای نادرستشون رو به روشون بیاری. چون اونا میخوان بگن من هیچ رفتار نادرستی ندارم، من خیلی آدم خوب درستی هستم. نکته بعدی که میتونید انجام بدید اینه که چون خودشیفته ها کلن آدم هایی هستن که کنترلگرن و میخوان کنترل رابطه و کنترل شما دست اونا باشه، میخوان هر کاری که اونا گفتن شما همون کار انجام بدید و شما دقیقاً باید اجازه اینو ندید که اونها بتونن شما رو کنترل بکنن. حالا این کنترل چجوری ممکنه بخوان انجام بدن؟ از اینکه به شما دیکته کنن که شما چه کاری باید انجام بدین، این کارو بکن اون کارو نکن. من چون خیر تو رو میخوام به خاطر خودت دارم میگم شما اصلا به این قضیه توجه نکنید. شما باید برای خودتون ارزش‌های خودتون رو تعیین بکنید، بدونید چه چیزهایی برای شما ارزش هستن، چه چیزهای اولویتن. اگر چیزی که داره به شما میگه با ارزش‌ها و اولویت‌های شما همخوانه، خب میتونید بهش گوش بدید. اگر همخوان نیست، شما به عنوان یک انسان هیچ وظیفه‌ای ندارید که هر کاری که او گفت بکنید. شما که اختیارتون دست اون نیست. خیلی راحت و خیلی خونسرد میتونید حرفشو گوش کنید و بعد دست آخر بگید مرسی که راهنمایی کردی، ولی من هر کاری که خودم صلاح بدونم انجام میدم و این کاری که تو گفتی به نظر من جزو ارزش و اولویت‌های من نیست و من انجامش نمیدم. و اینجوری بهش نشون دادید که هم حد و مرزهای خودتون رو داشتید و هم اجازه ندادید شما رو کنترل کنه. مطمئن باشید از کوره در میره، مطمئن باشید عصبانی میشه، مطمئن باشید نابود میشه، دیوانه وار مثل دیو تنوره میکشه، چون واقعا داره نابود میشه. ولی خب شما به هر حال کار خودتون انجام دادید و بهش نشون دادید که بهش اجازه نمیدید که کنترل شما رو داشته باشه. یا ممکنه که بخواد یه دعوایی را بندازه، بحثی را بندازه، یه جوری بخواد شما رو تحریک بکنه که عصبانی بشید و واکنش‌های شدید نشون بدید. ولی وقتی که ببینه شما واکنش نشون نمیدادید، مثلا قبلا موفق میشد با یه چیزی که میگه، با تناقضایی که میگه، با حرفای ضد و نقیضی که میزنه، با دروغ‌هایی که میگه، ممکن بود موفق بشه اعصاب شما رو خورد کنه، شما عصبانی بشید. اونها از دیدن عصبانیت شما، از دیدن واکنش شما خوشحال میشن، خیلی خوشحال میشن. درسته هیچ انسان نرمال عادی از دیدن عصبانیت و ناراحتی یه نفر دیگه خوشحال نمیشه، ولی خب خودشیفته ها که آدم عادی نرمال نیستن که اونا از دیدن عصبانیت شما خوشحال میشن و کاری میکنن که شما عصبانی بشید. یکی از کارهایی که میکنن وقتی عصبانی میشید چیه؟ اینه که یا اینجوری نگاهتون میکنن خیلی متعجب و حیرت زده، خود شما رو عصبانی کرده، به مرز انفجار رسونده، ولی بعد جوری رفتار میکنه که عجب، تو مگه نرمال نیستی که داری اینجوری واکنش نشون میدی؟ یا یه کار دیگه ای که میکنه چیه؟ شما رو عصبانی میکنه، بعد شروع میکنه از شما فیلم گرفتن. برای چی؟ برای اون شما رو عصبانی کرده، اون شما رو به این مرز رسونده، ولی بعد از شما فیلم میگیره برای اینکه بعداً بتونه همه جا نشون بده، ثابت کنه، بگه ببینید من خیلی آدم نرمالیم، من خیلی آدم آرومیم. اینو نگاه کنید، این نرمال نیست. اینو نگاه کنید، این عصبانی مثل این رفتار یک آدم عادی نرماله. و کسی که نمیدونه او با شما چی کار کرده که شما به این مرحله رسیدید، که اینا رفتار آدماییه که اختلال دارن، اینا نرمال که نیستن. از دیدن ناراحتی و عصبانیت دیگران لذت میبرن. شما چی کار باید بکنید؟ عصبانی نشید، ناراحت نشید. وقتی که عصبانی و ناراحت نشید و اونا ببینن که شما مثل قبل واکنش نشون نمیدید، اون وقت میبینن که دیگه کنترل بر شما ندارند و نابود میشند.
و اما یه کار دیگه که میتونید انجام بدید اینه: به مسیر زندگی خودتون ادامه بدید. چه با خودشیفته زندگی میکنید، چه از او جدا شدید. اون چیزی که دوست دارید بهش برسید رو بهش برسید. اونها تمام تلاششون در زندگی این بوده که جلوی شما رو سد کنن، مانع بشن و جلوی شما رو بگیرن برای اینکه به اون چیزی که خود ایدئالتونه، به اون چیزی که آرزوش رو دارید، به اون چیزی که دلتون میخواد دست پیدا بکنید، دست پیدا نکنید. اونا از صمیم قلب میخوان شما موفق نباشید، خوشحال نباشید. اونا آرزوشون اینه که شما ناراحت باشید. حالا اونا ببینن که شما خیلی خوشحالید، اون چیزی که آرزوتون بوده بهش رسیدید، موفقید و دارید گام‌های بلند به سمت پیشرفت برمی‌دارید، خب نابود میشن. این آخری بیشتر از همه اونا رو خورد و نابود میکنه. به خصوص اگر ازشون جدا هم شده باشید و دیگه بهشون توجه نکنید، این خوشحالی و موفقیت شما اونها رو نابود میکنه. این چند تا راهکار بود به شما دادم برای اینکه اگر میخواید خودشیفته رو نابود کنید که در عین حال نه تنها خودشیفته رو نابود میکنه بلکه به شما کمک میکنه برای اینکه ورژن بهتری از خودتون بسازید. شما راهکار دیگه به ذهنتون میرسه؟ اگر راهکار دیگه در ذهنتون هست یا اگر تجربه دیگه دارید، حتما در کامنت ها بنویسید، چون به درد همه میخوره. ممنونم از اینکه تا پایان ویدیو با من همراه بودید.